سرخط خبرها. تعلیق سفارت افغانستان در ژاپن تا یک ماه دیگر. این تصمیم پس از مشورت با وزارت خارجه ژاپن اتخاذ شده است. یا روابط دیپلماتیک با طالبان تامین میکنه و یا روابط خود مطلق قطع میکنه. اجرایی شدن 40 قرارداد بزرگ مدنی در افغانستان. این قراردادها با شرکت‌های ایرانی، قطری، چینی و ترکی صورت گرفته است. او دغه قراردادونه هم کورنۍ او پانګوالو سره شوي هم بهرانیو سره. فراغت نخستین دوره از انستیتوت توریسم و هتلداری. وزیر اطلاعات و فرهنگ گفت گردشگران خارجی می توانند با خاطر آرام به افغانستان سفر کنند. و واکنش جهاد اسلامی فلسطین به خلع سلاح مقاومت. یک عضو این جنبش می گوید هیچ قدرت قادر به خلع سلاح مقاومت در غزه نیست. سلام و وقت شما بخیر. به مجموعه خبر این ساعت از میز خبر خوش آمدید. امروز جمعه 5 جدی 1404 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 26 دسامبر 2025 میلادی. مشروع خبرها. سفارت افغانستان در ژاپن اعلام کرد که فعالیت‌های خود را پس از 31 ماه جنوری آینده تعلیق می‌کند. این سفارت اعلام کرد که این تصمیم پس از مشورت با وزارت خارجه ژاپن اتخاذ شده است. گزارش از نستر نمیری. سفارت افغانستان در توکیو اعلام کرده است که بر اساس تصمیم جدید فعالیت‌های نمایندگی از تاریخ 31 جنوری سال 2026 به حالت تعلیق در خواهد آمد. طبق اعلامیه منتشر شده این تصمیم پس از گفتگوها و هماهنگی‌ها با وزارت خارجه ژاپن اتخاذ شده است. در اعلامیه آمده است که پس از فرارسیدن تاریخ تعیین شده تمامی فعالیت‌های سفارت در بخش‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و قنسولی تا اطلاع ثانوی متوقف خواهد شد. وزارت خارجه امارات اسلامی افغانستان تا کنون در این مورد واکنش نشان نداده است. ژاپن با امارات اسلامی افغانستان مناسبات کامل سیاسی تامین نکرده. البته این حالت ساختمان سفارت و تمام امکاناتی که در اونجا وجود داره حفظ میشه، اما فعالیت‌های دیپلماتیک نه بلکه فعالیت‌های اقتصادی کمک‌های ژاپن برای افغانستان در این حال ادامه خواهد داشت. اکنون این پرسش مطرح است که تعلیق سفارت افغانستان در توکیو چه پیامدهایی بر روابط دو کشور بر جای خواهد گذاشت. بسته شدن سفارت در ژاپن هدف اساسیش این است که یا روابط دیپلماتیک با طالبان تامین میکنه و یا روابط خود مطلق قطع میکنه. قطع روابط دیپلماتیک با معنای تیرگی روابط دو کشور باشه و تاثیرات خوبی نداره، اما در بعضی اوقات بنا بر تجدید نظر، گسترش روابط و یا تغییرات در سطح دیپلماتیک و یا سقوط رژیم و یا فرستادن نماینده جدید، این تاثیرات را بر تیرگی روابط معنا نداره و نه تاثیر سر روابط دو کشور داره. سفارت افغانستان در ژاپن در حال چنین تصمیم را اتخاذ کرده که ژاپن از جمله کشورهایی است که در سالهای اخیر روابط نسبتاً فعال و تعامل محور با امارات اسلامی افغانستان داشته و همواره بر ادامه کمک‌های بشردوستانه و حمایت از مردم افغانستان تاکید کرده است. وزارت معادن و پترولیم اعلام کرده که در حال حاضر حدود 40 قرارداد بزرگ در بخش معادن کشور فعال است. سخنگوی این وزارت میگوید که بخش عمده این قراردادها با شرکت‌های ایرانی، قطری، چینی و ترکی امضا شده است. گزارش از اناهیتا اندر. همایون افغان سخنگوی وزارت معادن و پترولیم در گفتگو با خبرگزاری آفاق میگوید که در حال حاضر حدود 40 قرارداد بزرگ در کشور فعال است که بخش عمده آن از سوی شرکت‌های ایرانی، قطری، چینی و ترکی در معادن مس، سرب، جست و دیگر معادن سرمایه‌گذاری شده‌اند. د لویو کانونو په برخه کې موږ څلوېښت شاوخوا فعال قراردادونه لرو چې په دې کې بیلابیل منرالونه دي په عمده ډول باندې د اوسپنې، د مسو، د سرو زرو، سربو جاستو
د سیمټو پروژې د مرمرو او دغه قراردادونه هم کورنیو پانګوالو سره شوي هم بهرنیو سره. په بهرنیو پانګوالو کې موږ سره عمدتاً ایرانی شرکتونه، قطری، چینایی، ترکی او دغه شرکتونه دي. به گفته او 5 پروژه بزرگ در بخش معدن سمنت کشور نیز قرارداد شده است. آقای افغان با اشاره به مسدود شدن مسیرهای تجاری با پاکستان تاکید می‌کند که در حال حاضر هیچ گونه صادرات مواد سوختی از افغانستان به پاکستان انجام نمی‌شود. اوس صادرات نه لرو او کوم ډېر په ټیټه کچه باندې دي، خو موږ بدیل لارو باندې تلاش کوو. په دې کې د ازبکستان سره هم خبرې تر هغه پورې مخ ته تللې دي، هڅه کوو چې دغه یو بدیل بازار پیدا کو. او دین علاوه موږ په کور دننه د ډبرو سکرو د کارونې په برخه کې کار کوو چې د کور دننه دلته فرصت ورته برابر کو. سخنگوی وزارت معدن و پترولیم می‌افزاید که تاکنون حدود 170,000 فرصت کاری در بخش‌های مختلف معدن کشور ایجاد شده و در این روند کارکنان افغان در اولویت استخدام قرار دارند. عمدتاً د کارونو کاری فرصتونو د ایجاد په برخه کې خو ویل شو تقریبا 1,000 شاوخوا کاری فرصتونه قانون پټرولیم وزارت ایجاد کړی دي. دا په بیلابیلو برخو کې دي، د کوچني مقیاس په برخه کې، د لوی مقیاس په برخه کې، د حرفوي کانکیندنې په برخه کې، د زرشویانو په برخه کې دغه کاری فرصتونه ایجاد شوي دي او عملاً خلک کار کوي. د ورځ هر ورځ په تیریدلو سره دغه ساحه پراخیږي، زیات کاری فرصتونه زموږ لاسته راځي. او در ادامه خاطر نشان می‌کند که بازارهای عمده صادرات مواد معدنی افغانستان را کشورهای ایران، ترکیه، قطر و شمار از کشورهای اروپایی تشکیل می‌دهند. شیر احمد حقانی وزیر اطلاعات و فرهنگ در نشست گفت که امنیت سراسری در کشور تامین است و گردشگران خارجی می توانند با خاطر آرام به افغانستان سفر کنند. او صنعت گردشگری را از بخش‌های مهم و سرگذار در رشد اقتصاد افغانستان دانست. نخستین دور فراغت جوانان از اینستیتوت توریسم و هتلداری طی مراسم با حضور مقام‌های دولتی در کابل برگزار شد. در این مراسم شیر احمد حقانی وزیر اطلاعات و فرهنگ با تاکید بر تامین امنیت سراسری در کشور بخش گردشگری را از حوزه‌های مهم و تاثیرگذار در اقتصاد افغانستان دانست و بر جذب و به کارگیری فارغان این اینستیتوت در شرکت‌های سیاحتی و هتلداری تاکید کرد. خب عمومی سطح باندې په عموم کې د افغانستان وضع الحمدلله فی الحال د دې لپاره ډیر آماده ده، ډیر برابر ده چې هغه ته هر څوک راسي او هر څوک راغلي دي او هغه په دې ځای کې خپل وخت په ښه طریقه باندې او په داسې یو حالت باندې تیر کړي چې هغه بیا زموږ تاسې دغه تصویر نور دنیا ته هم ورسي. د افغانستان په رابطه باندې ډیر وخت ډیر بد تبلیغات شوي دي چې افغانستان خلک وحشیان دي، افغانستان خلک دود نه لري، د افغانستان خلک بشر سره نزدېکت نه غواړي. ورونو فارغینو، تاسو به داسې کردار ادا کوئ تر څو پورې دغه د دروغو افواس د افغانستان په رابطه شوي دا ټول دروغ کوي. همچنین آمر اینستیتوت توریسم و هتلداری با اشاره به نبود خوابگاه برای فراگیران گفت که کمبود امکانات رفاهی به ویژه خوابگاه از چالش‌های اساسی این نهاد آموزشی به شمار می‌رود. وی تاکید کرد که ایجاد خوابگاه و فراهمسازی سهولت‌های بیشتر آموزشی و رفاهی برای بهبود روند آموزشی ضروری است. چیرته لیلی ولرو او مقام من سره په دغه برخه کې ان شاء الله چې همکاري وکړي نو من کولای شو ځکه د دوردستو ولایتو څخه لکه فاریاب، بادغیس، نورستان او د کندی او د فراه او د نیمروز څخه من ته محصلین راضی. در همین حال فارغان این دو بخش که به مدت 2 سال آموزش دیدند خواستار ایجاد فرصت‌های شغلی و جذب شدن در بخش‌های مرتبط شدند. باید فعلا کسایی را در شرکت‌های خود انتخاب کنه که زمینش فارغ است، چون میتونه چهره واقعی افغانستان به تمام جهان نشان بده و همچنین مهمان‌نواز خوبتر باشه به خاطر افغانستان. گفتنی است که در این مراسم 27 نفر از 2 دیپارتمنت هتلداری و توریسم فارغ شدند و این دوره پس از 3 سال توقف بار دیگر برگزار شده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که پس از روی کار آمدن امارت اسلامی صنعت گردشگری در کشور رونق بیشتری گرفته است. و حالا هم چند خبر کوتاه از جهان. هیثم ابوالغزلان یکی از اعضای ارشد جنبش جهاد اسلامی فلسطین تاکید کرد که هیچ قدرت قادر به خلع صلح مقاومت در غزه نیست. او تاکید کرد که حضور مقاومت در غزه غیر قابل چشم‌پوشی است و هیچ نیروی خارجی نمیتواند آن را خلع صلح کند. وی افزود که مقاومت فلسطین در غزه دیدگاه روشنی دارد و موضوع خلع صلح آن غیر قابل مذاکره است. این عضو جنبش جهاد اسلامی فلسطین همچنین تاکید کرد که مقاومت تمام تلاش خود را برای موفقیت توافق‌های اخیر به کار خواهد گرفت.
ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پس از گفتگوی تلفنی با استیو ویتکافت و کوشنر فرستادگان امریکا از مطرح شدن ایده‌های جدید برای پایان جنگ با روسیه استقبال کرد. او این تماس را مثبت ارزیابی کرد و تصریح کرد که گفتگوها برای بررسی قالب‌ها و زمانبندی دستیابی به صلح واقعی کمک کرده است. این اظهارات یک روز پس از توافق امریکا و اوکراین بر سر نسخه بروزرسانی شده یک طرح صلح 20 ماده‌ای مطرح شد. طرحی که شامل تضمین‌های امنیتی امریکا، ناتو و اروپا برای اوکراین است. در همین حال کرملین اعلام کرده که پیشنهادهای منتقل شده از سوی امریکا در حال بررسی است. وزارت جنگ ایالات متحده اعلام کرده که بعد دستور دونالد ترامپ مواضع گروه داعش را در بخش‌های شمال غربی نایجریا هدف حمله‌های هوایی قرار داده است. رئیس جمهور آمریکا ادعا کرده کسانی که مورد حمله قرار گرفتند سالها مسیحیان بیگناه را هدف قرار داده و به قتل رساندند. ترامپ با ادعای اینکه این حمله‌ها به گونه دقیق و مثمر انجام شده، افزوده که واشنگتن اجازه نخواهد داد تروریسم رادیکال گسترش یابد. سپاسگزاری میکنم از همراهی شما تا این دم. به همین ترتیب رسیدیم به پایان مجموعه خبر این ساعت از میز خبر. تا دیدار بعد.